بینندگان عزیز، علی جان علیف آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی تیم کالج میباشم. درس امروزه ما درباره پوزسیو پروناون جانشین‌های صاحبی میباشد. اینک درس خود را شروع کردیم. نگاه میکنیم اینجا پرسونال پروناون جانشین‌های شخصی، پوزسیو پروناون جانشین‌های صاحبی. جانشین‌های صاحبی چگونه جانشین‌ها میباشند؟ جانشین‌های صاحبی به مثل از آن من، از آن تو، از من، از تو، از وی، از پدرم، از مادرم، از آن آنها و دیگرها میباشند. جانشین‌های شخصی باشد شخصیت، یعنی من، تو، وی، او، این، ما، شما، آنها. اینجا با هم میخونیم و در کدام حالت ما اونها رو استفاده میبریم به شما میفهمونیم. Personal pronoun I، من، you، تو، he، وی یعنی مرد، she، زن، it، این، we، ما، you، شما، they، آنها. و اینجا پوزسیو پروناون جانشین‌های صاحبی یعنی صاحبیت رو نشون میدهد. My از من، از آن من. My name نام من. My marker قلم رنگی من. My mobile phone تلفن من. My house خانه من. My father پدر من. My brother برادر من. My friend دوست من. My house خانه من. Your از آن تو. Your father پدر تو. Your mother مادر تو. Your car ماشین تو. Your hair موی سر تو. Your house خانه تو. His از وی یعنی پسر رو، از اون پسر. His name نام وی. His brother برادر وی. His mobile phone تلفن وی. His house خانه وی. Her از اون او یعنی زن. Her name her mother her father پدر وی مادر وی. Her house خانه او. Her از اون او یعنی زن رو در نظر داریم. Her name نام او. Her house خانه او. Her car ماشین او. Her brother برادر او. Her sister خواهر او. Her father پدر او. It's از آن این It's از آن این اشیا یعنی از آن یگان اشیا یا یگان حیوان. Its color رنگ این. Its tail دم این. Its color رنگ این. Its size اندازه این یعنی رزمر این. Our از آن ما. Our father پدر ما. Our house خانه ما. Our brother برادر ما. Our friend دوست ما. Our car ماشین ما. Our country دولت ما. Our city شهر ما. یا از آن شما. Your father پدر شما. Your brother برادر شما. Your sister خواهر شما. Your teacher معلم شما. یا دکتر دکتر شما. یا موبایل فون تلفن شما. Their از آن آنها بسیاری در نظر داریم. Their father پدر آنها. Their mother مادر آنها. Their house خانه آنها. Their university دانشگاه آنها. Their school مکتب آنها. Their problem معمای آنها. اینک در جمله چگونه استفاده میبریم؟ Personal pronoun جانشین‌های شخصی. بعد از جانشین‌های شخصی ما حتما فعل میگذاریم. پوزسیو پروناون جانشین‌های صاحبی. بعد از جانشین‌های صاحبی ما حتما اسم میگذاریم. I am student من دانشجو هستم. am به معنای هستم میباشد. I go to school من مکتب میروم. I eat pasta من مکرون میخورم. I eat I go یعنی بعد از جانشین‌های شخصی ما حتما فعل رو استفاده میبریم. اما بعد از جانشین‌های صاحبی ما حتما اسم رو استفاده میبریم. چگونه که my name نام من. نام اسم. my father پدر من. کی پدر من. my brother برادر من. my name is Ali نام من علی است. your garden is beautiful باغی تو زیبا است. his father is my uncle his father is my uncle پدر وی عمک من میباشد. her name is Lola نام او لولا است.
Its color is black. رنگ این سیاه است. Our mother is very kind. مادر ما خیلی مهربان است. Your bag is heavy. سمکه شما وزبین است. Their children are handsome. کودکان آنها زیبا هستند. یعنی اینجا بعد از possessive s یعنی اینجا بعد از جانشین‌های صاحبی ما حتما اسم استفاده بردیم. Name, garden, father, name, color, mother, bag, children. این بود جمله های خبری یعنی پوزیتیو. بیایید با هم چگونه در شکل اینکاری در جمله های اینکاری استفاده بردن possessive pronoun ها را با هم می‌آموزیم. اینجا نگاه میکنیم. My name is not ولی. نام من ولی نیست. ما تنهایی سرچه not را در اینجا اضافه کردیم. My name is ولی. نام من ولی است. My name is not ولی. نام من ولی نیست. My father is doctor. پدر من دکتر است. My father is not doctor. پدر من دکتر نیست. Your car is black. ماشین شما سیاه است. Your car is not black. ماشین شما سیاه نیست. His name is Bilal. نام وی بلال است. His name is not Bilal. نام وی بلال نیست. His father is not here. پدر وی اینجا نیست. His father is not in Russia. پدر وی در روسیه نیست. Her house is big. خانه او کلان است. Her house is not big. خانه او کلان نیست. Her house is not small. خانه او خرد نیست. Her mother is not doctor. مادر او دکتر نیست. Its color is black. رنگ این سیاه است. Its color is not black. رنگ این سیاه نیست. Its color is not blue. رنگ این کبود نیست. Its size is 10. اندازه این 10 است. Its size is 10. اندازه این 10 است. Its size is not 10. اندازه این 10 نیست. Our house is small. خانه ما خرد است. Our house is not small. خانه ما خرد نیست. Our father is doctor. پدر ما دکتر است. Our father is not doctor. پدر ما دکتر نیست. Our father is not here. پدر ما در اینجا نیست. Our father is not at home. پدر ما در خانه نیست. Your friend is here. دوست شما اینجا است. Your friend is not here. دوست شما اینجا نیست. Your friend is not at school. دوست شما در مکتب نیست. Your friend is not at home. دوست شما در خانه نیست. Their children are in the garden. کودکان آنها در باغ هستند. Their children are not in the garden. کودکان آنها در باغ نیستند. Their children are not schoolboy. کودکان آنها طلبه مکتب نیستند. Their children are not at school. کودکان آنها در مکتب نیستند. این بود درس امروزه ما درباره جانشین‌های صاحبی. با شبکه ما ابونه شدن را فراموش نکنید تا درس‌های من بعد.